نه. ولی الان هم توجه کنی تو آلبوم مثلا آلبوم آخرم فراری 2 تا آهنگ استو بوده باز. درست. یه آلبوم قبل از اون آهنگ استو داشتم، یا این آلبوم بعدیم 2 تا دوباره استو دارم مینیمم. خاطر همین بستگی داره چطوری کارا معرفی میشن، چطوری پروموت میکنی کارا رو. همینه. ولی خیلی شیفت کردم خودم، بیشتر قاطی تهیه میشم، دست به کار بیشتر هستم چون تجربه‌ام بیشتر شده، یه مقداری بیشتر کار میکنم و خیلی هم دوست دارم این قاطی بودن با کارمو که خودم با بچه‌ها تنظیم کنندگان عزیزی که کار میکنم باشون، یا با شاعر بابک روزبه عزیز که بیشتر تمام کارهای آلبوم جدیدمو ازش دارم میگیرم. خیلی خیلی با هم قدم برمی‌داریم، لحظه به لحظه کار میکنیم و خود همون اونا برای من خیلی لذت بخشه. پس آقای روزبه بابک روزبه خیلی تاثیر زیادی تو آلبومت داره. خیلی با طرح‌ریزی کارها رو با بابک خیلی هم فکری کردیم، از لحاظ سوژه ها و شعرها و استراکچرش و ملودی ها رو خودم بیشتر میسازم و تنظیم ها هم خب بین 2 تا از تنظیم کننده‌های جدیدی که تا به حال باهاشون من کاری نداشتم تو آلبوم جدیدم دارم کار میکنم. آقای شوبرت آواکیان، تا حالا من باشون کاری تو آلبومم نداشتم. آقای اروین خاچیکیان، یکی از دوستای خوبم، خیلی از بچهای گل موزیسین هستن که این 2 تا عزیز من تا حالا باشون کار نداشتم توی کارهای قبلی و در کنارشون منوچهر چشم‌آذر که سالیان سال با هم کار میکنیم و فرد میرزای عزیز که یکی از واقعا با استعدادترین اشخاصی هستش که من تو این چند سال با کاراش بیشتر آشنا شدم. یک مجموعه خیلی متنوعی رو شکل گرفته آلبوم. دوست دارم اتفاقا این کار تو رو، چون وقتی که آدم یک نواخت همیشه یه نفر انتخاب میکنه بعد یک نواخت میشه به نظر من کار. اینکه سلیقه های متفاوت رو با آدم های متفاوت همیشه کار کردی و آهنگات هم با هم دیگه سبک همون سبکه ولی همیشه یه چیزایی لااقل با هم دیگه تاچ‌های متفاوت داشته. رنگ و روی کار رو احساس میشه کرد که خب این آهنگ فرمیه که منصور دوست داشته و رنگ و روی از منصور در آهنگ وجود خواهد داشت، ولی اون استخونبندی کار به اون طرح‌ریزی اون تنظیم کننده است که استفاده میکنه، یا واژه‌ها فلیورش عوض میشه با اون تنظیم. همون کاملا. به خاطر همین خیلی مهمه. منم با بچه‌ها خیلی راحت هم با هم تبادل نظر میکنیم و خیلی راحت عمل میاد کارا. من یه چیزی رو باید بگم، من همیشه میدونی که موزیک تو رو دوست داشتم. مرسی. و خب به صدات هم علاقه دارم و یکی از چیزایی که خیلی برای من همیشه جالب بوده اینه که یه ذره تیست وایلد تو موسیقی. یعنی مثلا یه دفعه میگی فراری. برام جالب بود، کسی نیومده بخونه فراری هم فراری. درسته. چطور شد که مثلا تصمیم گرفتی اینو بخونی؟ چه آیدیاتو معمولا چجوری از کسایی میگیری یا خودتی؟ خب با شاعر حتما مثلا من میگم به بابک، میگم بابک جان من این فکر و این سوژه رو دارم، یک منطقه ای از ملودی رو هم ساختم با یک مری، ولی کانسپت شعر تو این فرمت دوست دارم باشه. بابک نظرش رو میگه، با هم صحبت میکنیم، یکم ایده هاشو میگه، یا با هم یه خورده کلنجار میریم ببینیم در کدوم منطقه این کار قراره بیشتر خودش رو نشون میده، چه جهتی این فراری بره، این سوژه کدوم جهت بره بزنش. اینا رو صحبت میکنیم، عمل میاد کار. یعنی زندگی باید کرد با کار. یه چیزی نیستش که خیلی کارا هستن مثلا نازک نارنجی یا مثلا خدمتت بگم بزن بریم، این کارهایی که خیلی هم قشنگ بوده و مورد علاقه عزیزان قرار گرفته، اینا کارهایی بوده که بابک نوشته بوده به من داده. یعنی کاری نبوده که سابجکتی نبوده من کنم. ولی مثلا فراری یا مثلا خدمت بگم یا آزادی یا نمیدونم خدمتت بگم سوژه‌های دیگه هستش که من
کانسپت اولیه رو میگم و با زندگی کردن با اون کار رو یکم وقت صرف کردن، تبادل نظر، به یه نتیجه میرسیم. عزیز دلمی اتفاقا عزیز دلمی سوژه‌ای بود که ما با خانم زکیپور در جستجوی یک سوژه میگشتیم. خیلی هم سوژه‌های مختلف تو سرمون گر میزد در اون زمان و یه روزی بود که به من زنگ زد و پاکسیما گفتش من مادرم توی صحبتی که ما با هم داشتیم یهو برگشت گفت مثلا من که بدیه تو رو نمیخوام، تو عزیز دل منی، تو عزیز دلمی که من که هیچ وقت بدیه تو رو نمیخوام. یهو به من زنگ زدش هیجان انگیز، با هیجان زیاد گفت ببین اینو گفت الان مادرم این اصلا پرفکته، میشینه روی این درست سیلابی که احتیاج داریم، توی این سیلاب بندی که احتیاج داریم. خلاصه اونم تشکر باید بکنیم از خانم زکیپور مادر که این سوژه رو در فکر پاکسیما جرقه زد. بله. این کانادایی‌ها باهوشن. تو هر طرف بریم آخر هوشه رو به یک کردیتی به خودمون یک می‌کنیم. کردیتی باید به کانادایی‌ها داد. ما پاکسیما مال کاناداست دیگه. پاکسیما مال ایرانه. مال ایرانه ولی ما همشهری کانادایی. آب و هوای کانادا خیلی جالبه اتفاقا که همه ما در یک منطقه‌ای در خارج از کشور به ایرانی بودن خودمون این دایره ایرانی بودن رو حفظ میکنیم. بعد تو این دایره میریم دایره های کوچکتر داریم که خب من از تهرانم، شما از فلان شهری، شما از فلانی. بعد تو اون دایره ها حالا دایره های کشوری به وجود اومده، دایره کانادا به وجود اومده، یعنی شما جنوب آمریکا. بعد تو اون کشورها دایره‌های شهری به وجود اومده. خلاصه که قاطی کردیم. لس آنجلس همون از نیویورک خلاصه که قاطی کردیم. تجزیه ها خیلی بیشتر شده، خیلی مجزا، همه هی دارن اصلا طبقه بندی ها زیاد شده. ولی قشنگه باز همونطوری که تو گفتی مال هر کجا باشی همه مال خاک پاک ایران. منصور جان فارسی صحبت. ببخشید یه سوالی ازت داشتم. اگر که خواننده نمی‌شدی یه خورده از این حالت چیز بیام بیرون اگه اجازه بدی، اگه خواننده نمی‌شدی فکر می‌کردی چه کاره بشی؟ چه کاری رو فکر می‌کردی که خوانندگی؟ من روز اول خداییش خوانندگی رو برای حرفه انتخاب نکردم، برای عشقش انتخاب کردم و این علاقه ای که داشتم که این کار رو تهیه کنم و این آهنگ این جوشی که تو دلم داشتم و میخواستم ارائه بدم، این به مرور زمان تبدیل شد به حرفه. ولی از اول نگفتم من میخوام برم خوانندگی کنم که زندگیم بگذره و همیشه به شغل آزاد و شغلی که مثلا پدرم داشته و بیشتر خانواده ما که در ایران هستن همشون توی کار مثلا لوازم آرایش و فریگرنس و این چیزا، همیشه بچگی علاقه خیلی زیاد به اون کارها داشتم. به خاطر همین حالا نمیدونم چقدر در اون راه شانس خوبی می داشتم یا نمی داشتم اگر در اون راه ادامه اگر حرفم این نمی بود می شد، ولی اون کارو خیلی دوست دارم و حالا به معرفی کاری که دارم گفتم یه چند تا پروژه دارم کار میکنم، اونم جز بشه. اونم یه قسمتی از اون در همون ریشه خانوادگی که دارم روش فعالیت میکنم. حالا بیشتر بعداً برای معرفیش از به شما البته ایشون در بغیر از این که خب کار هنریشون ایشون یه بیزنسمن بسیار موفقه که من حالا دیگه تو دیتیلش نمیرم. من بعداً ببین اون مسابقه بعدیه. من میبینم که شما ویتامیناتو مثل که نخوردی برای اینکه یه خود صدات گرفته. آره یه مقداری سرما خوردم، یه 2 هفته است سعیم کردم از اول سریعا با ویتامین با آنتی بیوتیک شروع نکنم، یه خورده با شلغم و سوپ و اینجور داستانا که اصلا چیزای خونگی اصلا مامان من میگه که این ته این هویجا میبینی که سبزی داره تهش، اینو باید دم کنی بخوری گلوتو خوب میکنه. جدی میگی؟ والا به منم یه بار گفت. شما استفاده کردی؟ از کانادا زنگ زد مامانم گفتش اینو دم میکنی میخوری خوب میشه. حالا اینم یه رمدی دیگه است که تازه باش آشنا شدیم. ولی قسمت تغذیه اون اینجا نشسته. باید الان داشتن ایشون چند تا پوان مختلف من میگفتن، ولی رو هم رفته من خیلی
بدشانسی رو بردم که اونو انجام ندادم. این یه دفعه نرفتم با آنتی بیوتیک کارم بکنم. یکم دو سه هفته چیز شد، طول کشید. الان یه دفعه یکم طول کشید و دوباره 3 روز پیش شروع کردم آنتی بیوتیک، یکم جمع و جورم کرده. ولی ماشاءالله هزار ماشاءالله مثل همیشه خوشتیپ، سر حال. مرسی، ممنون. مدل موها مثل همیشه خوب. رمز این موی خوب چیه که شما داری؟ موهات خیلی واقعا یکی از چیزاییه که آره ماشاءالله. الان من زدم به تخته. آره من خدمتتون عرض کنم نمیدونم ژنتیکه یا ممکنه اصلا این استایل جدید مو واقعا من حالا قبلا که شما رو ندیده بودم ولی هم